به این نقشه از ایران نگاه کنید. چقدر نواحی سبز و رویشی در آن می‌بینید. اگر با روند فعلی جلو برویم تا 50 سال دیگر ایران کشوری کاملا بیابانی می‌شود. یعنی پایان حیات و تمدن در این سرزمین کهن. بدون جنگل همه ما محکوم به فنا هستیم. هر هکتار از این جنگل‌ها 2.5 تن اکسیژن تولید می‌کنند و بدون آنها نفس همه ما به شماره می‌افتد. تا همینجا هم در قطع درختان و نابودی رویشگاه‌های سبز ایران زیاده روی کرده ایم. سالانه 15 میلیون درخت را برای تولید کاغذ قطع کرده و 3000 تن زباله خود را در جنگل‌ها دفن کرده ایم. ایران در میان کشورهای مخرب جنگل در جهان قرار گرفته. سالانه هزاران هکتار از جنگل‌های ما طعمه حریق می‌شوند و چند صد هزار هکتار از درختان را برای تهیه زغال می‌سوزانیم. برای احداث جاده، سد یا هر کار عمرانی دیگری به جان درختان ایران می‌افتیم و برای گسترش زمین‌های کشاورزی هم این پوشش سبز حیاتی را آتش می‌زنیم. بوشسازان، ویلاسازان و زمینخواران سالانه خسارت زیادی به جنگل‌های ایران می‌زنند و بسیاری از گردشگران بی‌مبالات زباله‌های خود را درون طبیعت رها می‌کنند. نکته اینجاست که این روند تخریب و نابودی چندین برابر کاشت درخت و احیای مناطق جنگلی در کشور است. آنطور که آمارها می‌گویند سالانه 12,000 هکتار از جنگل‌های ایران تخریب می‌شود و بیابان روز به روز در کشور ما گسترش بیشتری می‌یابد. سالهاست که زنگ خطر نابودی جنگل‌ها به صدا در آمده و امروز در بحرانی ترین وضعیت ممکن قرار گرفته ایم. زمان آن رسیده تا تصمیم بگیریم آیا قرار است نسل‌های بعدی هم در ایران زندگی کنند یا نه.